این منم و یه ویدیو دیگه میخوایم ببینیم اگه با این مرغا بپریم پایین زنده میمونیم یا نه. هم لایک و کامنت و بته برو بریم. اول از یه خود بلند میکنیم و نشد این چی دارم میکنم داشتم افتاد و خلاصه که کار نمیکنم. من کمتر دارم میرم پایین پس کار نمیکنه. از خودتون رو به زحمت بندازید برای بچه. خب ما برای دومین نیاز به یک عدد هپی گست داریم. هپی گستی که همه میشناسیمش خیلی اینجوریه. باید میدشو باز کنیم از این میدشو باز. خب میدشو برمیداریم یه ماه میگیریم هر ماه فرق نمیکنه. بعد باید این گست هم بگیرم. حالا این باید روی گست یه بشینیم و کلیک کنیم. من اینو بذارم اینجا. الان نگاه کن اینا با هم وقت شده. خیلی رو مخه. اگه بردارم الان به دسته وصل شده و بهش نمیدونش. اگه من بتونم مرغه رو بگیرم مرغه نیست زیر نیست و اینطوری میتونیم باز کنم. من اینطوری که با یه قایق اگه همین کار انجام بدیم میشه. میتونم حیوانات رو راحت تر کنیم. اما شما باید لایک کامنت سابسکرایب کنید که من براتون ویدیوی بیشتری بزنم.